من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الى عاد اخاهم هودا. این داستان دوم هست و تخویف دوم هست دنیوی. الله می فرماید ای قریش شما زندگی عاد را نگاه کنید. عاد و ثمود قبلا هم ما داستانشون را خواندیم، اینجا هم اختصار میریم، اما این نکته را شاید نگفتم که با داستان عاد و ثمود یک اطلاعات اجمالی برای قریش بود. قریش مختصر از اونها چیزای شنیده بود به دلیل اینکه عاد و ثمود نزدیک بلاد عرب بودند. اینها در همین بلاد عرب بودند، در ملک یمن بودند. عاد و ثمود بین مدینه طیبه و عرض کنم که بین شام بودند، لذا اینها دور نبودند. از گذشتگان حتما اینا که رفته بودند به شام به یمن آثار را دیده بودند، آثار عذاب را خب میپرسیدند، برای اونها چیزایی میگفتند. بنابراین نسبت به این به صورت اجمال اونها خبر داشتند. الله میفرماید و الی عاد اخاهم هودا، ما بسوی عاد فرستادیم برادرشان هود را. قال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم الله را فقط عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما کسی که مستحق عبادت باشد، هیچ الهی غیر از الله. ان انتم الا مفترون، نیستی شما مگر افترا کننده. شما در عقیده شرکیه دارید، افترا میگویید، خدایان باطل را شما شریک خدا قرار میدید. این افترای، این دروغه. بیایید از من بشنوید، بیایید نصیحت من گوش کنید. میبینید که من هیچ پولی حتی از شما نمیخوام. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، کسی ادعای دروغین بکند که دنبال پول باشد، دنبال مال باشد. خیلی هستن به دروغ میگن ما طبیبیم، خب دنبال پول هستن. به دروغ میگن ما فلان کارشناسیم. اونا که به دروغ میگن حتما هدفشون مال هست، ولی میبینی من مال نمیخوام. این دلیل بر صدق من. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نیست اجر من مگر بر آن ذاتی که مرا آفریده، از عدم محض به وجود آورده. افلا تعقلون، آیا شما درک ندارید، خرد ندارید؟ و یا قوم استغفروا ربکم، اصول فوز را پیغمبر هود بیان می کند. ای قوم، این اصل فوز اول است. استغفروا ربکم، از ربتان مغفرت بطلبید. قبلا هم در بیان نوح در سوره نوح ما خواندیم که نوح علیه السلام هم به قوم گفت فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار چه منافعی دارد که الله غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان ریزان را بر شما می ریزاند. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، همه نعمتها را فراوان می کند. اینجا در دعوت
حضرت هود علیه السلام ببینید هم استغفار با همون خصوصیات. پس استغفار خیلی تأثیر دارد در رزق انسان، در برکت انسان. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. این اصل دوم، تلقین به توبه. استغفار زبانی فقط کافی نیست، از ته دل رجوع کنید به الله. اون وقت برکات استغفار و توبه، برکات استغفار و توبه. یرسل السماء علیکم مدرارا. الله می فرستد آسمان را بر شما مدرارا، یعنی ریزان، به کثرت می ریزد، بهار میشه، آبادی میاد. و یزدکم قوتا الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. می فرماید الله می افزاید به قوتی، می افزاید در شما قوت، الى قوتکم، به اون قوت قبلی شما ایمان از قبل داشتید، الله تقویتش می کند. ولا تتولوا مجرمین، ای قوم من شما به صورت مجرم پشت ندهید، اعراض نکنید، روی گردانی نکنید. اما عناد قوم را ببین. قوم وقتی که ازلش خراب باشد فرق خیرخواه و بدخواه را تشخیص نمیده. قالوا یا هود ما جئتنا ببینه. ای هود ما جئتنا ببینه، شما هیچ دلیلی نیاوردید، دلیل نبوت. و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک، ما ترک نمی کنیم آلهه خودمان را، عن قولک ای بسبب قولک، بسبب قول شما. و ما نحن لك بمؤمنین، ما ایمان نمی آوریم به شما. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نمیگیم مگر اینکه دیوانه کرده تو را بعضی از خدایان ما بسوء. اعتراک یعنی اصابك بعض آلهتنا بسوء، بسوء یعنی بجنون و خبل. بعضی از خدایان شما را به شما ضربه زده، شما دیوانه شدید چون به اونها توهین کردی. بسوء ای بجنون لسبک ایاه عن ابن عباس، چون اونها را میشه دشنام میدادی اونها تو را دیوانه کردن. به پیغمبر خدا میگن سبحان الله. قال انی اشهد الله. جواب هود وقتی که همه دلائل را گفت دیگه دلیل برای این قوم کافی نیست، چون اینها باور ندارن، جاهلند، لذا خدا را گواه میگیرد. قال انی اشهد الله، من خدا را گواه میگیرم. واشهدوا انی بریء مما تشرکون، شما هم گواه باشید که من بیزارم از آنچه که شما شریک میگیرید. تشرکون فی العباده، من از همه شریکان شما بیزارم، من دونه بغیر از خدا. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، همه و همه بر علیه من کید کنید، توطئه کنید، نقشه بکشید، سپس مرا مهلت ندهید. چرا؟ انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من توکل کردم به خدا که رب من و رب شماست. ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها، الله می فرماید هیچ دابه‌ای، هیچ چارپایی، هیچ موجود زنده ای نیست مگر الله ناصیه‌اش را گرفته، پیشانیش را به دست دارد. ناصیه میگن موهای پیشانی، یعنی همه در قبضه قدرت و در اختیار الله هستند. ان ربی علی صراط مستقیم، همانا رب من بر صراط مستقیم هست، به این معنی که بر صراط مستقیم راهنمایی می کند. اون راهنمایی و اون دلالتی که رب من در کلامش دارد اون انسان را به صراط مستقیم می آورد. فإن تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم، اگر آنان پشت دادند ای هود، به آنان بگو فقد ابلغتكم ما ارسلت به، همانا من رسانیدم به شما آن پیامی که به وسیله اون فرستاده شدم. و یستخلف ربی قوما غیرکم،
شما که نمیپذیرید رب من قومی بغیر از شما جانشین شما میگرداند، میبرد شما را دیگری میآورد. ولا تضرونه شیئا، شما به او ضرر و آسیب نمیرسانید چیزی. ان ربی علی کل شیء حفیظ، همان رب من هر چیز را تحت مراقبت دارد، تحت محافظت دارد. علی ای حال هود علیه السلام تبلیغ توحید را کرد، خیرخواهی را کرد، اما قوم متنبه نشد. الله تعالی الان وقت عذاب را بیان می‌فرماید و کیفیت عذاب. ولما جاء امرنا نجینا هودا، وقتی که امر ما آمد ما نجات دادیم هود را. والذین آمنوا معه برحمت منا، آنانی که ایمان آوردن با او، برحمت منا، برحمتی یعنی بسبب رحمتی از جانب ما. موجب عذاب، سبب عذاب رحمت رب شد، ببخشید سبب نجات رحمت رب شد. و نجیناهم من عذاب غلیظ، ما آنها را از عذاب سختی نجات دادیم، اینها به عذاب گرفتار نشدن. حال الله میفرماید و تلک عاد، این هست عاد، ای قریش مکه این هست حالت عاد. یک نکته اینجا خدمت شما عرض کنم در پرانتز، خداوند اشاره کرده. بعضی میگن اشاره برای محسوس و مبصر است، یعنی چیز را باید ببینی، باید حسش کنی. این لازم نیست. اشاره هر جا برای محسوس و مبصر نیست. تلک عادون اشاره به قوم است، اون قوم الان از شما مخاطبین غایب است. این نکته را به این خاطر عرض می کنم که ما در یک حدیثی داریم، در یک روایتی، که انسان وقتی که در قبر قرار می گیرد از انسان منکر و نکیر چند چیز می پرسند. یکی درباره ربت، یکی درباره دینت. در بعضی روایت ها آمده که من نبیک، نبی تو کی هست؟ خب اونجا انسان جواب میده محمد صلی الله علیه وسلم. اما در بعضی روایت ها با این تعبیر آمده ما تقول فی هذا الرجل، درباره این مرد چی میگویی؟ درباره این رجل چی میگویی؟ اونجا اشاره از رجل کی است؟ محمد صلی الله علیه وسلم. باید ما بگیم که نبی خداست، حبیب خداست، فرستاده خداست. خب الان از این کلمه هازا بریلویه اهل خرافات استدلال میگیرن، میگه ببین پیغمبر هر جا حاضر و ناظر است، حتی اونجا که ملک از شما در قبر میپرسد اونجا هم پیغمبر حاضر است. چرا؟ میگه اسم اشاره برای محسوس و مبصر است، باید اون چیز دیده بشه که اسم اشاره را ذکر کنیم. لذا پیغمبر اونجا ایستاده، پیغمبر اونجا وجود دارد، حضور دارد. میگویند ملک این مردی که اینجا هست. بنابراین از اینجا از این یک کلمه حاضر رجل دیگه دلیلی تو قرآن و سنت گیرشون نیامده، استدلال میگیرن ببین پیغمبر هر جا هست. ما در جواب عرض کردیم که هازا هر جا برای محسوس و مبصر نیست، هر جا طرف حاضر بشه و اشاره بکنیم نیست. اینجا ببینید خطاب این آیات مشرکین مکه و قریش مکه هستند. الله میفرماید تلک عادون، اونا حتما اون طرف نگاه کردن، عاد را دیدن، قوم عاد را دیدن، نشانات را دیدن. نه خیر، لازم نیست که اسم اشاره چی به طرف چیز محسوسی، یه چیز مبصری که با چشم دیده بشه اشاره کند. لذا الله می فرماید و تلک عاد جهدوا، این قوم عاد است که انکار کردند به آیات ربهم، به آیات پروردگارشان، یعنی به احکام و دلائل. و عصوا رسله، رسولش را نافرمانی کردند. و اتبعوا امر کل جبار عنید، اینها پیروی کردند از امر هر جبار سرکش، هر انسان ستمگر سرکش، هر کس در رأسشون بود ستمگر بود، سرکش، متمرد بود، از اون حرف شنوی داشتن. نتیجه چی شد؟ نتیجه دنیوی. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنه، الله می فرماید دنبال آنها قرار گرفت در این دنیا لعنت.
و یوم القیامه و در قیامت هم لعنت. لعنت یعنی دوری از رحمت. الا ان عادا کفروا ربهم، آگاه باش، خبردار، همانا عاد کفر کرد به ربشان. الا بعدا لعاد قوم هود، این نتیجه کفر. خبردار، دوری از رحمت در دارین برای اون عادی که قوم هود بود. پس این داستان دوم هست که خلاصش عذاب است برای کسی یعنی که نپذیرد. و داستان سوم هم همین نتیجه. اینجا هم دلیل نقلی. همه این دلایل بیانگر این هستند که این انبیا برای توحید آمدند، برای دعوت مردم به سوی یکتاپرستی آمدند، و همچنین کسانی که نپذیرفتند به عذاب و گرفتاری گرفتار شدند. و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. این هم خدمت شما عرض کردیم در رابطه با ثمود مفصل. قال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای قوم پرستش کنید الله را، ما لکم من اله غیره، برای شما هیچ معبود غیر از الله نیست. هو انشأکم من الارض، الله آن ذاتی هست که شما را آفرید، خلق کرد از زمین، و استعمرکم فیها، شما را آباد کرد در همین زمین. تعمیر کرد معنی تربیت و ابقا، هم شما را کم کم رشد داد و هم باقی گذاشت، همه نوع آبادی. لذا این نعمت ها می طلبد، فاستغفروا، از او مغفرت بطلبید، ثم توبوا الیه، سپس به سوی او برگردید، رجوع کنید. ان ربی قریب مجیب، ان ربی ای ان رحمت ربی، رحمت رب من نزدیک هست، و مجیب برای مستغفر اجابت کننده هست. اونجا خواندیم ان استغفروا ربکم فاستغفروه، لذا هر کسی که استغفار بخواند او را جواب میده. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. زجر و عناد قوم، اونها به صالح گفتن ای صالح تو در میان ما مرجو بودی. مرجو یعنی امیدها به تو بسته بود، مورد امید بودی، همه ما به تو امید داشتیم. از چه جهت امید داشتیم؟ اینکه آینده یک انسان صالحی هستی، یک انسان عاقل و انسان اندیشمندی هستی، به فکر به درد قوم میخوری. الان به درد قوم نخورده که هیچ، دین قوم را داری خراب میکنی. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا ما را باز میداری از آنچه که پدران ما پرستش کردند؟ و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما در شک هستیم از آنچه که ما را فرا میخوانی به سوی اون. مریب معنی سرگردان. وقتی که کلمه شک آمده، ریب هم به معنی شک است، ولی سرگردانیم، نمیدونیم تو چی داری میگی. جواب این عناد را بشنو. قال یا قوم ارأیتم، صالح گفت ای قوم شما به من خبر بدهید، ان کنت علی بینة من ربی، اگر من بر بینه از جانب ربم باشم، یعنی بر حجت واضحی باشم، و آتانی منه رحمه، و رب از جانب خودش به من رحمتی بدهد، یعنی نبوت، فمن ینصرنی من الله ان عصیت، در این حالت چه کسی مرا یاری میکند اگر نافرمانی او کردم؟ اگر نافرمانی خدا بکنم شما میتونی مرا کمک کنید؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، غیر از خساره، غیر از زیان، چیزی دیگه شما بر من اضافه نمی کنید. لذا الان که دعوت حق را نمیپذیرید، این شطور را که از شعائر الله هست دست نزنید، اذیت نکنید. و یا قوم هذه ناقة الله، ای قوم این ناقه الهی هست، شطوری هست از جانب الله، لکم آیتا، برای شما آیتی هست از آیات الهی،
فذروها تأکل فی ارض الله. بیان حقوق ناقه. بگذارید آن شتر را که بخورد در سرزمین خدا، بخورد، بچرد، استفاده کند. ولا تمسوها بسوء، آن را به بدی دست نزنید. فیأخذکم عذاب قریب، عذاب زود میاد شما را میگیرد. اما الله میفرماید فعقروها، از پای در آوردند او را، یعنی کشتند. وقتی که شتر را کشتند خداوند بهشون مهلت داد، گفت الان برید 3 روز تو خونه هایتون. اونا دیگه خیالشون جمع شد که شتر مزاحم کشته شد، گفتم باشه، مسخره کردن، باشه 3 روز هم میریم تو خونه هایمون میشینیم. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بهره بگیرید در خانه هایتان 3 روز. 3 روز در خانه هایتان یعنی زندگی کنید، منتظر باشید. ذلك وعد غیر مکذوب، این وعده ای هست که کذب نیست، دروغ نیست. غیر مکذوب فی، در این وعده هیچ نوع کذبی وجود ندارد. الله تعالی می فرماید وقتی که عذاب آمد، عذاب وقتی که آمد، ما اهل ایمان را، اهل دین را، اهل توحید را نجات دادیم، اهل شرک و کفر و نفاق را عذاب دادیم. این نتیجه. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، زمانی که امر ما آمد نجینا صالحا، نجات دادیم صالح را. بنویسید نتیجه اتباع، ثمره اتباع. والذین آمنوا معه، آنانی که ایمان داشتن با صالح ایمان آوردند. برحمت منا، ببینید آمنوا معه سبب ظاهری نجات است، برحمت منا سبب حقیقی است. ظاهرا اینه که ما عمل کردیم، اما حقیقتا الله بر ما رحمت فرستاده. و من خزی یومئذ، از رسوایی اون روز، یعنی نجات دادیم از رسوایی اون روز. ان ربک هو القوی العزیز، رب تو قوی هست و غالب است. پس اونهایی که خدا اونها را گرفتار کرد، اونها را به چه عذابی؟ و اخذ الذین ظلموا الصیحه، گرفت کسانی را که ظلم کردن. صیحه، صیحه هم به معنی زلزله میاد، هم به معنای فریاد میاد، چون در جای دیگه رجفه آمده، زلزله آمده. لذا ما تطبیق اینطور بیان میکنیم که از زمین زلزله آمد، از آسمان صیحه آمد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، اینا گشتن در خانه هایشان به زانو افتاده، به زانو و به دهن افتادن. الله میفرماید کأن لم یغنوا فیها، گویا اینها در زمین هیچ بهره ای نبردن، استفاده ای نکردن. الا ان ثمود کفروا ربهم، علت عذاب. الله میفرماید آگاه باش، متنبه باش، همانا ثمود کفر کرد به ربشان. الا بعدا لثمود، نتیجه کفر، خبردار، دوری برای قوم ثمود. خب پس 3 واقعه خواندیم. اینهایی که به عذاب گرفتار شدند، چه قوم نوح، چه قوم عاد و چه قوم ثمود، اینها سرکشی کردند، تمرد کردند، عملکرد سوء داشتند. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، این داستان 4 است که در پایان این داستان نتیجه گیری میشه. الله می فرماید فرستادگان ما آمدن پیش ابراهیم با بشارت، یعنی هدفشون بشارت برای اسحاق بود. فرشتگان پیش ابراهیم آمده اما به شکل انسان. قالوا سلاما، آنها گفتن سلام، ای سلمنا سلاما. ابراهیم هم گفت سلام، ای سلام علیکم. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نماند تا اینکه آمد با گوساله کباب شده. دلیل هست بر این که ابراهیم غیب نمیداند که فرشته آمده خونه من.
پیغمبر خداست، اولوالعزم. فرشتگان هم غیب نمیدانند که ابراهیم رفته پخت و پز بکنه بگه زحمت نده خودت را، ما فرشته ایم. الله می فرماید فلما رأى ایدیهم، زمانی که دید دستاشان را، لا تصل الیه، بسوی اون غذا، بسوی اون حنیذ نمی رود، کباب نمی رود، نکرهم، اونها را نپسندید، از اونها احساس وحشت کرد. و اوجس منهم خیفه، در دل از آنها خوف احساس کرد. فرشتگان هم از چهره تشخیص دادن. ابراهیم پریشان شد. قالوا لا تخف، چون که هر کسی میخواست که به کسی آسیبی برساند خودش را نمکگیرش نمی کرد. گفتن نترس، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرشته ایم، ما برای قوم لوط فرستاده شدیم، اما آمدیم به شما بشارت بدیم. و امرأته قائمة فضحکت، زنش ایستاده بود خندید. فبشرناها به اسحاق، ما او را بشارت دادیم به اسحاق. زن چرا خندید؟ هنوز بشارت نداده. مفسرین گفته اینجا ترتیب برعکسه. و امرأته قائمة، زنش هم ایستاده بود. فبشرناها فضحکت، اول بشرناها هست، ما او را مژده دادیم که خدا به شما فرزند میده. وقتی که مژده دادیم فضحکت، مژده به اسحاق دادیم، او خندید. و ما هم گفتیم و من وراء اسحاق یعقوب، بعد از اسحاق یعقوب که سبب خیر میشه، این همه اولاد داره. زن ابراهیم الان تعجبا میپرسد، قالت یا ویلتا، ای وای بر من. این اظهار تعجب است، کلمه تعجب است. االد، آیا من میزایم؟ من فرزند میارم و انا عجوز، و من پیرزنی هستم. بعضی گفتند که 96 سال سن داشت زن فقط، و بعضی گفتند 90 سال، و خود ابراهیم را بعضی گفتند 120 سال، بعضی گفتند 115 سال. و هذا بعلی شیخا، این شوهر من هست که شیخ است و پیر است. ان هذا لشیء عجیب، این شیء عجیب است. قالوا اتعجبین، گفتند آیا فرشتگان گفتند آیا شما تعجب میکنین من امر الله، از امر الله، یعنی از قدرت الله و از قضای الله. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات خدا بر شما ای اهل بیت. ببینید ابراهیم علیه السلام چند تا فرزند داشت؟ هیچی نداشت، نه؟ در این زمان اسماعیل و هاجر بودند، در مکه بودند. از ساره هیچی نداشت. اما اهل بیت کیه؟ اهل بیت ساره هست. بس اصل اهل بیت زن است. اگر فرزند جز اهل بیت است از طریق زن، چون از همون زن متولد شده. این یک نکته. نکته دوم صیغه جمع هست، جمع مذکر. اونجا در سوره احزاب میخوانیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. کسانی که میگن مراد از اهل بیت ازواج نیستند، فقط نوه‌های رسول الله و دختر و داماد رسول الله است. استدلالشون از کلمه علیکم هست. علیکم میگویند جمع مذکر است و جمع مذکر برای اینها است، علی، حسن، حسین و فاطمه ضمنا. بس علیکم آمده. ما اونجا انشاءالله پاسخ خواهیم داد که علیکم که آمده به اعتبار اهل هست. اهل صیغه جمع مذکره، برای اون علیکم میاد. خب اینجا ببین، اینجا پسری نیست، برادری نیست، دامادی نیست، کسی دیگه نیست، فقط یک زن است و شوهرش ابراهیم. این یکی را خود خطاب میکنه علیکم اهل البیت، ای اهل بیت بر شما. اینم صیغه جمع مذکر است، در حالی که هیچ مذکری اینجا وجود نداره از اهل بیت. پس این علیکم به اعتبار چی است؟ کلمه اهل است که کلمه اهل جمع مذکر است. انه حمید مجید، همانا اون ذات ستوده شده و بزرگ است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع،
الله می فرماید زمانی که از ابراهیم روع رفت، روع یعنی وحشت، ترس، و جاءته البشرا و خوشخبری پیشش آمد از بچه. بعد از اون ابراهیم مطمئن شد یجادلنا فی قوم لوط، با ما بحث کرد، با ما جدال کرد درباره قوم لوط. این قوم مال برادرزادم هست، اینا را عذاب ندهید، اینا توبه میکنند. الله میفرماید ان ابراهیم الحلیم، ابراهیم صفات خوبی داشت، حلیم بود، بردبار، اواه منیب. اواه به معنی نرم دل، منیب به معنی رجوع کننده، دلش نرم بود، بار بار خواست، بار بار رجوع کرد. اما الله دستور داد ای ابراهیم، بحث تقدیر است، بیشتر مطرح نکن. یا ابراهیم اعرض عن هذا، ای ابراهیم از این اعراض کن. انه قد جاء امر ربک، همان امر ربت آمده، فیصله شده. پس گاهی اگر یه چیزی فیصله بشه، پیغمبر اگر دعا بکند هم دعایش پذیرفته نمیشه، گرچه این دعا از نظر آخرت برای انسان ذخیره میشه. لذا گاهی ما دعا میکنیم پریشان میشیم چرا دعای ما قبول نشد. دیگه فیصله شده، فیصله که شده، دعای پیغمبرم کارساز کارآمد نیست، ولی نتیجه این دعایتون را در دنیا و در آخرت شما خواهید دید. مایوس نباشید. یا ابراهیم اعرض عن هذا، از این اعراض کن. انه قد جاء امر ربک، بدلیل اینکه امر پروردگار آمده، الذی لا یرد، اون برو برگشت ندارد. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، پیش اینها عذابی میاد که غیر مردود، اون عذاب دیگه برو برگشت ندارد، رد نمیشه، برگردانده نمیشه. علی ای حال، از اینجا حرکت کردم به سوی لوط و قوم لوط. حضرت لوط علیه السلام هم نشناخت مهمانها را، به شکل بچه ها، نوجوان های زیبارو و امرد آمدند. زن لوط به قوم خبر داد، قوم دوان که چنین مهمانهایی برای لوط آمده. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، الله می فرماید زمانی که رسول ما، پیامبران ما آمدند، یعنی فرستادگان، پیش لوط، سیء بهم، غمگین شد به سبب آنان، و ضاق بهم ذرعا ای قلبا، تنگ شد دلش. ضاق بهم ذرعا، تنگ شد آنان، ذرعا ای صدرا، یعنی دلش گرفت. عجب مصیبتی، این مهمان آمدن، الان چگونه حفاظت کنم اینها را. و قال هذا یوم عصیب، به دل گفت این روز سختی است. حضرت لوط گفت و جاءه قومه یهرعون الیه، الله می فرماید قومش آمدن، یهرعون الیه، در حالی که می دویدن به سوی آن. و من قبل کانوا یعملون السیئات، قبل از این هم این قوم اعمال بد انجام میداد، لواط میکرد بلا تشبیه، هم جنس بازی داشت. این قوم بسیار بد فطرتی بود. قال یا قوم هؤلاء بناتی، ای قوم اینا دختران من هستند. هر دو تفسیرش را برای شما قبلا عرض کردم، یا اینکه زنان شما دختران من هستند چون زنان امت دختران پیغمبر وقت، یا اینکه بیاید عقد کنید از دختران من ولی نکنید با مهمانان من این کار را. هن اطهر لكم، اینها پاکیزه تر هستند برای شما. فاتقوا الله، از خدا بترسید. ولا تخزونی فی ضیفی، مرا رسوا نکنید در مهمانان من، مرا جلوی مهمانان شرمسار نکنید. الیس منکم رجل رشید، آیا در میان شما مرد رشیدی نیست؟ مرد عاقل فهمیده، کسی که درک بکند من چی دارم میگم. رجل رشید یهتدی للحق و یهدیکم الیه، مرد فهیمی که شما را راهنمایی کند به سوی حق. اما جواب قوم، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ای لوط میدانی که ما در دخترانت هیچ حقی نداریم. هیچ حقی نداریم یعنی چی؟ اگر مراد از دختران
زنان خود اونها باشند که حق دارند، زنشونه. پس تفسیر اینطور میشه ما لنا فی بناتک یعنی نساءنا، من حق یعنی من حاجه، ما اونجا نیازی نداریم که پیش زنانمون بریم و اونجا خودمون را تخلیه بکنیم، ارضاء بکنیم. و انک لتعلم ما نرید، تو هم میدونی ما چی میخواهیم، لذا مزاحمت نکن، راه ما را باز کن. لوط علیه السلام اینجا تمنایی کرد، اما این تمنا این نیست که بگیم قومیت خواست، العیاذ بالله عصبیت و تعصب، نه، بلکه به خاطر حمایت از حق و از مظلوم، حمایت از دین خدا. قال لو ان لی بکم قوه، کاش برای من اینقدر قوت بود، اینقدر قدرت داشتم، او آوی الى رکن شدید، یا اینکه من پناه می بردم به رکن شدید. رکن شدید یعنی یک قبیله می داشتم، قومی می داشتم که اون حامی من بود، رکن من بود و پشتیبان من بود، من با شما می دونستم چی کار بکنم. وقتی که فرشتگان دیدن که لوط زیاد مایوس هست و ناراحت هست و دلش گرفته به خاطر اینکه بر مهمانانش داره حمله میشه، تجاوز میشه، فرشتگان الان اجازه یافتن حقیقت را بگند. گفتن لوط نگران نباش. قالوا یا لوط انا رسول ربک، ای لوط ما فرستادگان ربت هستیم، لن یصلوا الیک، هرگز اینها به تو نمیرسند، هرگز اینها نمیتوانند تعرضی بکنند. فاسر باهلک بقطع من اللیل، ببر اهل و عیالت را در تکی از شب، ولا یلتفت منکم، پشت سر نگاه نکند هیچ یکی از شما، دیگه زود برید. الا امرأتک، احد منکم احد الا امرأتک، مگر همسرت، همسرت میماند. همسرت چی استثناء شد؟ همسر انه مصیبها ما اصابهم، همان شأن این است که به همسرت میرسد آنچه که به این قوم رسید، میرسد، ای ما اصابهم من العذاب. و بعد الله عز وجل موعد عذاب را فرمود، ان موعدهم الصبح، موعد این قریه ها و روستاهای صدوم بودند، صبح است. لوط علیه السلام الان به تنگ آمده، عجله دارد، میگه الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست، دوره، زودتر ممکن نیست؟ الله می فرماید که به وقت عذاب ما عذاب دادیم. فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، الله می فرماید وقتی امر ما آمد یعنی امر عذاب، ما قرار دادیم بالای آن را پایین و پایین آن را بالا، یعنی روستا را کلا سرنگون کردیم، کوه را کلا روستا را، روستای قوم لوط را یعنی صدوم را. و امطرنا علیهم حجارة من سجیل منضود، و ما باراندیم بر آنها، چه بارانی؟ باران سنگ، حجارة من سجیل، سنگ هایی که سنگل بودند. سجیل میگن معرب فارسی است، اصلا سنگل. منضود یعنی ته به ته، اینها سر به سر، پشت سر هم این سنگ ها بر اونها میریختن. اما مسومتا عند ربک، نزد پروردگار نشانی شده بودند. فکر میکردی کیف متفق این سر به سر سنگ به سرشون میخوره، اما هر یکی نشانی بود، این سنگ مال فلان مجرم، این سنگ مال فلان جنایتکار، می آمد تو سرش میخورد، یک حالت انفجاری در درون بدنش پیدا میشد که بدنش پشم میشد، له میشد. لذا الله میفرماید مسومتا عند ربک، نشانی شده هستند نزد پروردگار. و ما هی من الظالمین ببعید. الان میفرماید خدای تعالی که این نمونه های عذاب را بری ببینید. و ما هی نیست آن روستاها، آن قریه ها
من الظالمین ببعید، از ظالمین یعنی از مشرکین مکه دور نیست، از قریش مکه دور نیست، می توانند بروند ببینند، تماشا بکنند، نتیجه مکذبین را ببینند. در آیات گذشته چند تا واقعه، 5 واقعه از اقوام گذشته خواندیم، از قوم نوح علیه السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، ابراهیم، و این 6مین هست از قوم حضرت شعیب هست، اهل مدین، که حضرت شعیب علیه السلام آنان را به 2 چیز بیشتر دعوت داد. یکی به اصلاح عقیده، به توحید، به یکتاپرستی، به سوی خدای تعالی، و دوم اصلاح عمل، انقلاب عملی، چون که اینها در داد و ستد مردم خیانت می کردند، در کیل و وزن خیانت می کردند، چیزی که به مردم می فروختند، چه کیلی بود چه وزنی، اینها کم می دادن به جای زیاد، ناقص می دادن به جای کامل، که این خود یک خیانت بزرگی بود. حضرت شعیب علیه السلام از این کار زشت و بد آنها را منع کرد و باز داشت، که واقعش را به تفصیل ما در سوره اعراف خواندیم، همه این واقعات را ما خواندیم. الله تعالی می فرماید: و الی مدین اخاهم شعیبا، بسوی مدین فرستادیم برادرشان شعیب را. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. دعوت شعیب این بود که ای قوم فقط الله را عبادت کنید، علت ما لكم من اله غیره، برای شما الهی غیر از الله نیست، معبود غیر از الله نیست. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، این اعبد الله دعوت بسوی انقلاب فکری و انقلاب اعتقادی هست، ولا تنقصوا المکیال دعوت بسوی انقلاب عملی هست. شما کم نکنید در کیل و میزان، در کیل و وزن مردم در زمان داد و ستد معاملات. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. این هر دو ترغیب و ترهیب است، اولی ترغیب هست و دومی ترهیب است. ای قوم من شما را بخیر میبینم، یعنی در صورتی که شما عمل کردید، در صورتی که رعایت کردید، از خدا ترسیدید، من شما را بر خیر میبینم. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من بر شما از عذاب روزی که احاطه کننده هست و کاملا محاصره کننده هست، از عذاب آن روز شما میبینم، میترسم بر شما را بیم میدم، شما بترسید باید و نکنید این کار را. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، تأکید بر عمل، بر انقلاب عملی، چون که این قوم نهایت خیانت میکرد. حضرت شعیب روی این نکته بیشتر تأکید میکند: ای قوم کامل کنید در کیل و میزان مردم، به عدل کامل کنید. به عدل همون هست که در حق اونها کوچکترین اجحافی و کوچکترین ظلمی صورت نگیرد. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ولا تبخسوا الناس ای لا تنقصوا الناس، شما کم نکنید در اشیاء مردم. وقتی که به مردم شیئی میفروشید میدهید، شما کم نکنید، چیزی نکاهید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این تأکید بر انقلاب فکری و عقیدتی هست که شما نگردید در زمین فساد کننده به دلیل شرک. مفسدین به دلیل شرک، یعنی شرک نکنید، فساد نکنید. بزرگترین فساد شرک هست. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
حضرت شعیب علیه السلام بعد از تأکید بر انصاف و قسط در کیل و وزن میفرماید که بقیت الهی، یعنی اون چیزی که خدا برای شما باقی بگذارد از مال، از منفعت، اون بهتر است برای شما اگر شما مؤمن باشید. ببینید، چون که اونی که خدا برای شما بگذارد او برای شما حلال است، اما اونی که شما از طریق کیل و وزن شما خیانت کنید اون برای شما حرام است. حلال بهتر است از حرام. ببینید، بحث شعیب علیه السلام هست. بسیاری از عزیزان منظور از بقیت الله امام زمان میگیرند، امام مهدی میگیرند. هر جا نوشته بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، در حالی که هیچ مناسبتی ندارد. آیا مناسبتی داشته باشد تفسیر درست بشه؟ نه اینکه تفسیر به رأی بشه از طرف خودمون. اینجا بحث کیل و وزن هست، بحث انصاف و عدل هست. منظور این هست، مفسران نوشتند هر انسانی که اندکی اینجا تأمل بکند، اندکی فکر بکند، بیندیشد، میدونه بقیت الله یعنی چه. امام قرطبی رحمه الله نوشته اینجا بقیت الله یعنی ما یبقیه الله لکم، ما یبقیه الله لکم، اون چیزی که خدا برای شما باقی بگذارد بعد ایفاء الحقوق بالقسط، بعد از اینکه شما کامل حقوق مردم را به قسط و به انصاف بدهید. اکثر و برکتا و احمد و عاقبتا، اون برکتش بیشتر است، عاقبتش بهتر و پسندیده تر است مما تبقوا انتم لانفسکم، از اونی که شما برای خودتون بگذارید. اونی که خدا برای شما بگذارد بهتر است از اون که خودتون به زعم خودتون زرنگی میکنید و برای خودتون بگذارید. من فضل التطفیف بالتعدی و الظلم، با از این که شما تطفیف کنید، تطفیف همون خیانت در کیل و وزن است، به وسیله تعدی و ظلم، از این همون بهتر که خدا برای شما میگذارد که شما توش خیانتی نکنید، حرام نباشد، حلال باشد. منظور اینه بقیت الله یعنی حلال برای شما بهتر از حرام. اونی که خدا نفعی به شما میده اون بهتر است اگر شما مؤمن باشید. و ما انا علیکم بحفیظ، این فریضه پیغمبر است. من محافظ و نگهبان شما نیستم، ضامن نجات شما نیستم، من فقط گوینده هستم، من پیام الله را رساننده هستم. وقتی که حضرت شعیب علیه السلام این تبلیغ را کرد، الان قوم شعیب را مسخره کرد، گفت که تو قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. از اینجا معلوم میشه که شعیب علیه السلام وصف مشهورش نماز بود، همیشه نماز میخواند، همیشه خدا را طاعت میکرد. لذا گفتن که این نماز تو را وادار میکند که به ما این چنین بگی، این نماز تو را مجبور میکند که ما را منع بکنی از تجارت، از منفعت، از کار خوب. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک، اونها من کردن شعیب را در واقع، اما این من با استهزاء بود، با مسخره بود.
گفتند ای شعیب آیا نمازت تو را امر می کند ان نترک ما یعبد آباؤنا، اینکه ترک بکنیم ما آن معبودانی که یعبد آباؤنا پدران ما آنان را عبادت می کردند، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اینم عطف بر ان نترکه، یعنی الصلاه تأمرک ان نفعله، آیا نماز بهت میگه که ما این کار بکنیم؟ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اینکه در اموال خودمان تصرفی بکنیم که بخواهیم. انک لانت الحلیم الرشید، اینم به صورت مسخره بود، به صورت استهزاء بود. تو مرد حلیمی هستی، بردبار و رشید، فهیمی هستی، ذو عقلی، خوب میفهمی، خیلی فهم داری، شما تو ما را چنین موعظه میکنی. مسخرهش کردند. اما شعیب علیه السلام اشاره به نبوت میکنه که ای قوم، من پیامی از طرف ربم دارم، من پیام آور خدا هستم، از طرف خدا میگویم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، شعیب علیه السلام گفت ای قوم ان كنت على بينة من ربي، اگر من بر بینه‌ای باشم، یعنی دلیل داشته باشم از جانب ربم، ورزقني منه رزقا حسنا، و به من ربم رزق حسنه بده، به من عنایت کند رزق زیبا. منظور از رزق حسنه نوشتند حکمت و نبوت است که خدا به من این نعمت را بده. آیا باز هم شما حرف من قبول نمی کنید؟ و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، من اراده ندارم مخالفت کنم به آنچه که شما را نهی می کنم از آن. ببینید مخالفت، خب مخالفت بود، شعیب علیه السلام با قوم مخالفت می کرد. شعیب علیه السلام می گفت شرک نکنید، می گفت در کیل و وزن خیانت نکنید، مگر مخالفت کدوم هست؟ اینجا حضرت شیخ رحمه الله بعد از اخالفکم یک فعلی را مقدر کردند، و ما اريد ان اخالفکم ذاهبا الى ما انهاكم عنه داعیا الى ما انهاكم عنه، هرچی باشد. منظور اینه که من که شما را تبلیغ می کنم، هدف من از این تبلیغ مخالفت با شما نیست، هدف این نیست که با شما درگیر بشم، هدف من خیرخواهی است. ببین گاهی یک فردی نمیخواهد که درگیر بشه، نمیخواهد که اختلاف بشه، ولی دلش میخواد خیرخواهی انجام بده. پس هدف شعیب علیه السلام اینه که خیرخواه قوم باشد، دلسوز قوم باشد، هدف مخالفت نیست. نمیخواهم با شما درگیر بشم، لذا شما اونجور تلقی نکنید. و ما اريد ان اخالفکم، من نمیخواهم مخالفت شما بکنم در حالی که شما را فرا بخوانم به سوی آنچه که من میکنم. هدف مخالفتتون نیست. پس هدف چیه؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من نمیخواهم مگر اصلاح را تا زمانی که بتوانم. کار پیغمبران ببینید همیشه اصلاح است، خیرخواهی است، مناظره نیست، قوم را به پشت زدن نیست، ملامت کردن و پیروز میدان شدن نیست. گاهی اگر خودشون وادار بکنند پیغمبر به خاطر این کس نشان بده که از جانب خداست و حقانیت داره، میاد به میدان مبارزه مثل موسی علیه السلام. اما هدف اصلی از همون ابتدا چیه؟ خیرخواهی است. روش پیغمبران که مؤثرترین روش هست برای ما دعوتگران همینه که هدف خیرخواهی باشد، روش نصح باشد، ناصحانه،
ببینید پیغمبر همین میگه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا جایی که بتوانم من اراده ام اصلاح است، خیرخواهی است. و ما توفیقی الا بالله، این رفع عجب است، رفع عجب، رفع تکبر. مطلب اینه که من خودم چیزی نیستم، من خودم کاری نیستم، توفیقی ندارم مگر توفیقی من به ذات الله عزوجل بستگی دارد، هرچی او من توفیق بدهد. علیه توکلت و الیه انیب، فقط و فقط بر او من توکل کردم در امور دارین، در مهمات دارین. و الیه انیب، بسوی او فقط من رجوع می کنم. خب شعیب علیه السلام بعد از اینکه این تبلیغ را کرد، بعض اونها را بیم میده، تا به حال خیرخواهی، تشویق، دعوت، الان می ترساند از عذاب خدا. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، ای قوم شما را برانگیخته نکند، تحریک نکند. لا یجرمنکم یعنی لا یحملنکم، شما را حمل نکند، شما را تحریک نکند. شقاقی، مخالفت من، با من مخالفید، این باعث عذاب برایتون نشه، باعث نشه که بر شما احوال اقوام گذشته بیاد. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، ای قوم شما را تحریک نکند مخالفت با من. ان یصیبکم مثل ما اصاب، این که برسد به شما مثل آنچه که رسید قوم نوح، به قوم نوح رسید، او قوم هود، به قوم هود رسید، او قوم صالح، به قوم صالح رسید. و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط از شما دور نیست. ببینید عبرت بگیرید، لذا با من مخالفت میکنین، مبادا این سبب بشه فردا به اون سرنوشت شما گرفتار بشید. نکنید این کار را، با من مخالفت نکنید، خیرخواهی منو بپذیرید در هر دو مورد. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ترغیب و تلقین، استغفار، از الله معذرت خواهی بکنید، مغفرت بطلبید از ربتان. ثم توبوا الیه، سپس رجوع کنید به سوی الله، برگردید، مخالفت دستور او نکنید. ان ربی رحیم ودود، رب من مهربان است، دوست داشتنی هست. چنان ربی هست، چنان صفاتی دارد دوست داشتنی، لذا می طلبد که انسان در همه امور از او اطاعت بکند، از او سرپیچی، از فرمان او سرپیچی نکند. اما این قوم بیچاره که عذاب مقدرشان هست و خیرخواهی را نمیفهمند، این قوم چیکار کرد؟ این به شعیب گفت ای شعیب، چون که فامیلت، طایفه، تیرت آدمان خوبی هستند، به خاطر اونها ما تو را نمیزنیم، تو را و الا تو را سنگسار میکردیم. این چه حرفی تو به ما داری میگی؟ خیرخواهی و تبلیغ را اونها عداوت و دشمنی میدانستند. معلوم میشه از قرآن، مفسران هم گفتن که تیره خود شعیب، قوم خود شعیب، همه یک قوم بودند اما تیره تیره بودند. این قوم شعیب از نظر دینی با اونها بود، یعنی بت پرست بود، غیر الله پرست بود و مسلمان نبود. لذا اونها گفتند، لحاظ اونها را کردند، گفتند این فامیلت نبود، قومیتت نبود، ما تو را سنگسار میکردیم. قالوا یا شعیب، این دیگه من کردن از تبلیغ است. قالوا یا شعیب،
گفتند ای شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، ما نمیفهمیم بسیاری از آن مواردی را که تو میگویی، و انا لنراک فینا ضعیفا، نه اینکه از تو میترسیم، تو را در میان خودمون ضعیف میبینیم. خب چرا نمیزنید؟ ولولا رهتک لرجمناک، اگر فامیلت نبود، اگر رهت اون جماعتی را میگن که متعلق به شما، اگر فامیلت نبود، اون جماعت خاص از دیرت نبود، لرجمناک، ما تو را سنگسار میکردیم، و ما انت علینا بعزیز، تو بر ما عزیز نیستی، ما تو را با این تبلیغی که میکنی دوست نداریم، تو از نظر ما هیچ عزتی نداری. جواب شعیبی قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله، ای قوم آیا فامیل من، آیا تیره من معززتر از بر شما از الله؟ العیاذ بالله، تیره من را از خدا بیشتر دوست دارید. من میگم شما خدا را دوست داشته باشید، از خدا پروا داشته باشید. واتخذتموه وراءکم ظهریا، آن خدایی که آن را شما قرار دادید پشت سرتان، پشت سرتان. وراءکم ظهریا یعنی اون الله عزوجل را به پشت انداختید و نادیده گرفتید. منظور اینه که شما احکام خدا را، دستورات خدا را، فرمان خدا را پشت سر انداختید. فهذا من غایت شقاوتکم، واقعا بدبختید، واقعا شقی هستید. ان ربی بما تعملون محیط، همانا پروردگار من به آنچه که شما عمل میکنید احاطه کننده هست. همه چیز را الله کنترل کرده، همه چیز را میداند. لذا حرف آخر من و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ای قوم به جای خودتان عمل کنید، من هم به جای خودم عمل میکنم. سوف تعلمون من یأتیه، ان قریب میدانید شما چه کسی است که پیش او میآید عذاب یخزی، اون عذابی که او را رسوا میکند، اون عذابی که او را از بین میبرد، رسوا و ذلیلش میکند. و من هو کاذب، و ان قریب شما میدانید که چه کسی دروغگو و کاذب است. وارتقبوا انی معکم رقیب، شما منتظر باشید، منم با شما منتظر، ببینیم خدا چه فیصله میکند. الله میفرماید ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، زمانی که امر ما آمد، منظور عذاب، ما نجات دادیم شعیب را. این نتیجه اهل ایمان است. شعیب را والذین آمنوا، و همچنین صحابه‌ای که با شعیب بودند، آنانی که ایمان آورده بودند، معه باءوا برحمت منا، بسبب رحمت خدا بر اونها لطف و رحمت کرد. و اخذت الذین ظلموا الصیحة، الله می فرماید گرفت کسانی را که ظلم کردند. صیحه یعنی آواز آسمانی، صدای مهیبه که جگرها را پاره کرد. گفتند این صیحه آواز جبرائیل امین بود. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، آنان همه گشتند در دیارشان، در خانه هایشان به زانو افتاده، یعنی ذلیل، خار، پست. کأن لم یغنوا فیها، گویا آنها در دنیا هیچ استفاده نبردند، زود گذشت، عذاب آمد، تمام شد. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، الله می فرماید دوری از رحمت خدا برای مدین، برای قوم مدین همان گونه که ثمود دور شد از رحمت خدا. یعنی اینها به حرف خیرخواه عمل نکردند، از رحمت فاصله گرفتند، مورد لعن قرار گرفتند، عذاب الله هم بر اینها آمد. پس ببینید این واقعه ششم بود از قوم شعیب علیه السلام، مبنی بر این که هر کسی که پیام آور را نشنود، خیرخواهی خیرخواه را توجه نکند و
با حق بجنگد، با حق درگیر بشه، ضد و عناد کند، به این سرنوشت خطرناک گرفتار میشه. تلنگر هست به قریش مکه که شما هم اگر ادامه بدهید سرنوشتتون بهتر از اینها نخواهد بود. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل